لبنان در واکنش به حملات مرگبار و خونین دیروز اسرائیل امروز را عزای عمومی اعلام کرده است. تمام اداره‌های دولتی تعطیل و پرچم‌های ملی به حالت نیمه برافراشته در خواهند آمد. لازم به ذکر است که در نتیجه حملات قبلی حداقل 254 لبنانی کشته و بیش از 1165 نفر دیگر زخمی شدند. این در حالی است که جی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که توافق آتش بس با ایران به معنای توقف جنگ در لبنان نیست. توافق آتش بس اعلام شده بین ایالات متحده و ایران شامل لبنان نمی شود و این اشتباه را یک سوء تفاهم حقوقی می نامد و می گوید طرف ایرانی فکر می کرد لبنان شامل می شود، اما در واقع اینطور نبود. آتش بس با ایران فقط شامل آن کشور و متحدان ایالات متحده در منطقه می شود. در همین حال سخنگوی کاخ سفید گفت که رئیس جمهور ترامپ با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و از او حمایت خود را ابراز داشته است. The President spoke with Prime Minister Netanyahu last night. In that private conversation, Prime Minister Netanyahu relayed exactly what he said to the world publicly, that he supports the President. رئیس جمهور ترامپ با نخست وزیر نتانیاهو صحبت کرد و نتانیاهو به رئیس جمهور اطمینان داد که اسرائیل همچنان متحد و شریک مهم ایالات متحده است. همزمان با این رئیس جمهور فرانسه گفته است که آتش بس بین ایران و آمریکا باید شامل لبنان نیز شود و حمایت از نیروهای مسلح لبنان تقویت گردد تا بتوانند کشور خود را کنترل کنند. Qui à date est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose. حملات اسرائیل و اشغال جنوب لبنان نمیتواند یک راه حل بلند مدت باشد. آتش بس باید به طور کامل لبنان را شامل شود. این ضروری است. ما باید حمایت از نیروهای مسلح لبنان را تقویت کنیم تا آنها بتواند به طور کامل بر کل قلمرو خود کنترل داشته باشد. با این حال آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد حملات گسترده اسرائیل به لبنان را که منجر به کشته شدن و زخمی شدن صدها غیر نظامی از جمله کودکان شد به شدت محکوم کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش تعداد تلفات غیر نظامیان در لبنان ابراز کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت که درگیری‌های جاری در لبنان تهدید جدی برای تقویت آتش بس اعلام شده بین ایران و آمریکا و تلاش‌ها برای صلح پایدار در منطقه است.